بگذار خداوند به ما نصیب گرداند آن رفیقانی که در راه حق هستند، نه اینکه در لبشون شکر، در قلبشون زهر. عجب دنیاست، خوب باشی خیانت میکنم، بد باشی شکایت میکنم. برادر جون، بهتر است وقتی که حقیقت غم دل شود، نه دروغ. در حیات چیزی که از همه زود فراموش می شود این خوبی است. Çekilin gazi gelir, Allah razı gelir. Yolunda kurban kes ver, nezir niyazi gelir. Bitirip elin kolun ayaklarını ancak ki düşmene verilmeyen bütöv bir erazi. ببینید امروزا بسیار جورا میگیم، دوست میگیم، رفیق میگیم، ولی باید یک چیز رو دانیم که دشمن یک تیرانداز کور است، ولی رفیق میداند در کجایت بزند. احتیاط باشید. امروزا بسیار میبینم در شبکه‌های اینترنتی که جسدی بجان رو رکلام میکنن، گویا که قدردانی میکنن. اوی برادر جون، امروز هستیم با قدرمون برس، شاید فردا نباشیم. ببینیم برادران عزیز، بعد شناختن آدمان میفهمه که تنها مادر لایق دوست داشتن است، نه اینکه هر عجینه قدیره. عشقم، امیدم، حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی، ای مادری جان مادرم. Akay Nuri, berat ya gelbaz mi bakagi begu. Gabnes, geli gandan don şide, arakhir piyon şide, khidora şigirşki, dixtarı TikTok ba emon şide. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. بگذار خداوند به ما رفیقی را نصیب گرداند که از پشت خنجر نزند، بلکه در حقمون دعای نکند. آمین. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah.